چرا رودریگو برای فروش گذاشته شد؟ ماجرا اونجا شروع شد که رئال مادرید اومد امباپه رو خرید. وینیسیوس سمت چپ رئال رو داشت و خود امباپه که توی پالیس چپ بازی میکرد مجبور شد نوک بازی کنه. از طرفی هم که رودریگو دوست داشت که برگرده به سمت چپ و چپ بازی کنه. خب از اونجایی که وینیسیوس بود و امباپه‌ای که ارجحیت داشت به رودریگو مجبور شده بود نوک بازی کنه، جایی برای رودریگو توی سمت چپ باقی نمونده بود. با رفتن آنجلوتی همون فکر کردیم که آلونسو برش میگردونه به نسخه پریمیومش، ولی توی جام جهانی باشگاه‌ها دیدیم که آلونسو خیلی کم ازش استفاده کرد. حتی ویکتور مونیز رو بیشتر از رودریگو بازی داد. رودریگو رو میفروشن یه بازیکن گرون قیمت و تاپ میارن. از اون طرف تاتنهام اومد جلو، اجازه مذاکره مستقیم با رودریگو رو از رئال گرفت.